سلام، به پتفا خوش اومدین. قصد داری خوکچه بگیری و نمیدونی چجوری قرار اعتمادش رو جلب کنی و باهاش دوست شی؟ پس این ویدیو رو ببین. من دکتر همایون شیرزادی هستم و این ویدیو رو براتون آماده کردم. پتفا رو توی یوتیوب و اینستاگرام حتما دنبال کنید. اول از همه این که آیا خوکچه میتونه صاحبش رو بشناسه؟ بله میتونه و قسمت عمده این شناسایی از طریق حس بویاییه. پس وقتی که نزدیکشید و باهاش وقت میگذرونید قبلش عطر، کرم یا هر چیز معطر و بوداری به خودتون نزنید. اجازه بدید خوکچه‌تون با بوی اورجینال خودتون آشنا بشه، همون بویی که بقیه دوست ندارن باهاش آشنا بشن. قبل از اینکه خوکچه رو وارد خونه کنید باید خونه‌شو توی خونه‌تون آماده کنید. اینجوری نباشه که حالا خوکچه رو بگیرم و بیارم و بعدش تمهیدات لازم رو میاندیشم. خونه یا قفسش رو توی یه جای آروم و خلوت بذارید. فضای کافی و بستر مناسبش رو آماده کنید. یادتون باشه که علف و آب و غذای خوکچه رو قبل از اومدنش توی خونه بذارید تو قفسش. یه چیز دیگه که توی جلب اعتماد اولیه خوکچه خیلی مهمه و قبل از گرفتنش باید آمادش کنید، چیزیه که میخواید خوکچه رو توش جابجا کنید و بیارید خونه. پس اگه از همین الان گونی و کیسه پلاستیکی رو در نظر گرفتید، پیشنهاد میکنم تجدید نظر کنید. این چیزی که راجبش صحبت میکنیم باید حالت باکس و جعبه داشته باشه و جوری باشه که خوکچه توش راحت باشه و بتونه راحت جابجا شه و اگه مسافت طولانیه باید آب و علف هم توش باشه. بعد از اینکه به خونه رسیدین، خروجی باکس رو جلوی ورودی قفس بذارید که مستقیم وارد خونه شه. اگه چند تا خوکچه دارید باید فضای کافی و شخصی برای هر کدوم توی قفس وجود داشته باشه. برای بازی و بغل کردن خوکچه عجله نکنید. چند روز اول رو کاری بهش نداشته باشید تا به خونه جدید، لونه جدید و بو و صدای شما عادت کنه. توی این مدت با حفظ فاصله دور و بر قفس حرف بزنید و باشید تا بهتون عادت کنه. بعد از چند روز در قفس رو باز کنید و یه تیکه از یه سبزیجات دستتون بگیرید و نشونش بدید که بیاد و بخوره. قطعاً اگه مراحل قبلی رو درست انجام داده باشید، نگفتن به همچین چیزی براش کار راحتی نخواهد بود. وقتی که شروع به غذا خوردن از دستتون کرد، میتونید خیلی آروم و با احتیاط و بدون اینکه بترسونیدش بغلش کنید. اول آروم و دو دستی از سینه بلندش کنید و بعد یه دستتون رو زیر پاهاش بگیرید. زمانی که کنارتونه یا تو بغلتونه حرکت سریع انجام ندید و صدای بلند و یهویی تولید نکنید. البته بعضی از صداهای بلند و یهویی آدما رو هم میترسونه، چه برسه به خوکچه بیچاره. یه چیز دیگه این که خوکچه رو خیلی بغل نکنید و خیلی تو بغلتون نگهش ندارید. زیاد این کار رو دوست نداره. این هم از نکاتی که برای جلب اعتماد خوکچه باید رعایت کنید. یادتون باشه که کلی ویدئوی باحال در مورد انواع جوندگان و حیوانای دیگه داریم و قراره بسازیم. پس پتفا رو حتما توی یوتیوب و اینستاگرام سابسکرایب و فالو کنید تا مطالبمون رو از دست ندید. این بود مطلب امروز پتفاپدیا. من دکتر همایون شیرزادی هستم و این ویدیو رو براتون آماده کردم. تا پتفاپدیای بعدی تنتون سالم و خوکچه‌تون پر اعتماد.